از اسکار چی کردی داری؟ بچه‌ها تو رو خدا جرأت حقیقت بازی نکنیم. من به چه کارایی وامی داریم. سلام عمو خوبی؟ بله؟ سلام عمو خوبی؟ نه نمیشم. عمو سلام خوبی؟ قربونت بشم خوبی؟ مرسی. مامانم خب مدرسه به ما میگه که اگه درساتو خوب بخونی بعد پیتزا سفارش میده. بعد الان من درسامو خوب خوندم ولی برام پیتزا سفارش نمیده. پیتزا سفارش نمیده؟ نه میگه خودت زنگ بزن اگه برات میفرستم بفرستم من برات نمیخرم. نه من میفرستم. در کجا بفرستم؟ واقعا میگه قربونت بشم عزیزم فدات بشم من. تو خدا میشه منو بغل کنی از راه تو برام ماچ بفرستی؟ دوست مایونز داریم. مایونز نمیخوام پیتزا میخوام. بفرستم واسه مایونز نمیخوام. باشه واسه پیتزا میفرستم. میفرست قربونت بشم فدات بشم به خدا من تو انقدر دوست دارم اون وقت. نمیدونستی؟ نه نمیدونستم. میدونی؟ الان بدون باشه. پیتزا قاچ گوشت ببخش پیتزا قاچ گوشت داری؟ آره داری؟ آره. تو رو خدا پیتزا قاچ گوشت بده من بمانم به شکمم. یه نفره یا دو نفره دارم؟ ما 4 نفریم. چند نفری؟ 4 نفریم. خب سب هلم نکن دارم فکر میکنم. هلم نکن. واسه یه دونه خانواده میذارم. نه ما مسیح میشیم خانواده. کجا بفرستم؟ سب کن آدرس بگیدم. سیر میشیم خانواده. نه دو تا خانواده 4 فصل برامون میفرستی تو خدا برامون بفرست. کجا بفرستم؟ داداش سلام خوبی؟ ببخشید ما چالش بود داشتیم میگرفتیم بچه ها منو مجبور کردم قربونت برم. نه حالا واقعا سفارش داشتم. جان بفرمایید. بگو زندیم همسایتون این سفدا منو مجبور کرده که با صدای بچه به شما زنگ بزنم. خوبی آقا 2 تا پیتزای 4 فصل محبت میکنی بفرستی؟ 4 فصل؟ آره 2 تا 4 فصل خانواده؟ 2 تا 4 فصل خانواده. آره مرسی. نوشیدنی چی؟ نوشیدنی هم بنام نوشیدنی بخوام نه نوشابه داریم. نه نوشابه داریم خودمون. نوشابه ندارم؟ نه داریم خودمون. باشه آدرس چی؟ بگو یه دونه زیرو بذار. یه دونه زیرو بذار.